به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود هموطنان عزیز. زن وجود دارد، روح دارد، قدرت و جسارت پا به پای یک مرد زور دارد. او زن است، ولی در این سرزمین روزگاری خوش ندارد. گر بگویم او فرشته نیست، هست. با ملک خونش سرشته نیست، هست. ولی ما مردان باید بدانیم که زن از بحر زندگی خیش، از بحر پدر و مادر، خیش و اقربان خود می گذرد و همسفر زندگی ما و شما می شود. سختی ها و ظلم ها را طاقت می آورد و با فرزندان این سرزمین مادری می کند و دست ما و شما را در بدترین شرایط می گیرد. زن با این همه صفات نجیب از طرف بعضی شیطان صفتان پلیدان دچار لت و کوب، فشارهای روحی و روانی، تجاوز و بی‌مهری قرار می‌گیرند. ولی بعضی از نفرهان حتی به کودکان این سرزمین رحم نمی‌کنند. به کودکانی که در رویاهای کودکانه خود زندگی می‌کنند. ولی این پلیدی کثیف زندگی را برای او تلخ و این دنیا را برای او تاریک می‌کند. این طفلی که از این و آن سخنهای بد، سخنهای قبیح میشنود و همیشه در تنهایی خود میگیرد. حقیق گریه های او را فقط خودش و خدا میشنود. امروزها بسیاری ما شاهد چنین حادثه ها میشویم. حادثه هایی که به طفلکان از طرف پلیدان تجاوز میشوند. در شهر حصار یک دخترک 12 ساله که سال 2019 از طرف یک پسر 32 ساله تجاوز شده است و امروز فرزند به دنیا آورده است. فرزند او 7 ماه است و دادرس این پلید تجاوزگر را رها کرده است و این دادرس پلید در این حادثه دست خود را آلوده گردانده است. ما و شما در چنین حادثه ها نباید خاموش باشیم، چون این حادثه شاید هم راه را برای دیگران باز کند، راه را برای نفرانی که دختران را، طفلکان را تجاوز کنند. شاید آن طفل، آن کودکان یکی از نزدیکان ما و شما باشد. من یک قصه ای را برای شما نقل میکنم. این قصه حقیقت دارد و در یکی از روزنامه های عربی ذکر شده است. صاحب قصه از روزنامه خواسته است تا نامش افشا نشود. فقط خواسته است برای ما و شما درس عبرت شود. جوان میگه در دانشگاه بودم. بسیاری از جوانان با دختران رابطه داشتند. من با دختر آشنا شدم و با او رابطه کلی و غیر شرعی انجام دادم. مدتی گذشت، دختر حامله شد. وقتی خانواده دختر متوجه شدند، دختر میخواست مرا به اونها معرفی کند. ولی وقتی برادر اون دختر به طرف من آمد، من به اون جواب گفتم که من این دختر را نمیشناسم. رو ببین از کجا حامله شده است. چون میگه بر علیه من هیچ مدرک نداشتند، رفتند و منم این دختر و خانواده اون رو رها کردم، فراموش کردم و رفتم پس زندگی خود. چند سال گذشت، روزی میگه وارد خانه شدم. مادرم بیهوش افتاده بود. مادرم رو بلند کردم، گفتم مادر چه شده است؟ خواهرت میگفت و میافتاد و باز دوباره بلند کردم، خواهرت میگفت میافتاد و این بار میگه بلند کردم مادرم، گفتم مادر خواهرم چه شده است؟ مادر گفت خواهرت از پسر همسایه حامله شده است. غضبناک به طرف همسایه رفتم. میدونید سبحان الله، میگه میدونید چی جوابی بر من داد؟ دقیقاً اون جوابی که من به برادر دختر دانشگاه داده بودم. گفت رو ببین، من خواهرت رو نمیشناسم، رو ببین از کجا باردار شده است. این سخن میگه مثل تیر وسط قلبم را پاره کرد. بعد از خیلی از فشارهای روحی و روانی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. و وقتی ازدواج کردم، شب زفاف، شب اول عروسی،
فهمیدم که زنم پیش از من زنا کرده است، باکیره نیست، دختر نیست. و زنم میگه بر من گفت بر من بپوشان تا خداوند بر تو بپوشاند. این چیزا میگه پسی سر کردم و گفتم خدایا بس است دیگر، بس است. و تحمل کردم، با اون زن زندگی کردم و مدت گذشت یک دخترچه مثل ما به دنیا آمد. دختر 6 ساله شد. روز میگه از خیابان گریه کنان به طرف خانه داخل شد و من متوجه شدم که دخترم از کارگر ساختمان تجاوز شده است. ببینیم امروز اون دختر دانشگاهی که این مرد اون تجاوز کرد، اون پدر داشت که قلب او پاره پاره شد و برادر داشت که برادر او همیشه دچار فشارهای روحی و روانی می شود و شوهری خواهد کرد که شوهرش شیکه خواهد شد. همیشه این زن خودش را همچون یک نفر گناهکار می شود تا آخر عمر. ولی ببینیم خداوند به این نشان داد، خداوند به این کس نشان داد که خواهرش را تجاوز کردن و زن که گرفت، زنش باکیره نبود، دختر نبود و حتی دخترچه 6 سالش را تجاوز کردن. در والجزاء من جنس العمل، در زبان عربی یک کلمه است که و جزا از جنس عمل است و خداوند برای اینها نشان داد. هر کی نقشه میکشد خداوند بهترین نقشه کشان است. امروز من به این دادرسی که این نفر تجاوزگر را آزاد کرده است و این پرونده را پنهانی انجام دادن و تصمیم این دادرس را پلید را من محکوم میکنم و این نام این دادرس سید احمد عثمان زاده است. اگر کسی اینو میشناسد با عکس اینا یا اینکه یک چیزی از این کس میداند با رقم های ما تماس گرفته یا عکسی است یا خبری هست و ما فرستند تا چهره چنین خبیثان را، پلیدان را مردم ببینند و بشناسند. امروز ما و شما میبینیم که در حکومت رحمانوف، در رژیم ساخته امروزه این گونه انسان ها وجود دارد. این رژیم خودش تجاوز کرده است. این رژیم خودش به ناموس ملت تجاوز کرده است. پروای این ملت ندارد. امروز دیگر ما دعوا برای چی بکنیم؟ امروز هویدای غورمرگی که از طرف یک پلید تجاوز شد و قتل شد، امروز سود او تا امروز دوام میکند. این در کشور بیگانه شد. ما دیگر چگونه دعوا کنیم که در کشور ما چنین حادثه ها می شوند و این گونه انسان ها در آزادی می گردند. چند روز قبل دلیر شریپوف که یک روزنامه‌نگار حقگو و حقجو است، او رو گفتن این به جامعه خوفناک است. آیا اون خوفناک است و این نفری که دختر 12 ساله را تجاوز کرده است این برای جامعه خوفناک نیست مگر؟ چون این نفرها اگر در آزادی باشند و این کار را انجام دادن و آزاد باشند، بدانند که راه را برای تجاوز به دیگران، راه تجاوز را به دختران و به طفلکان دیگر باز میکنند. شاید اون طفل عزیز ما و شما باشد، خواهر ما و شما باشد. ما از سود عالی باید طلب کنیم که چون این حادثه باید آشکار گذرد و خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و کسانی که از حقوق طفلکان دفاع میکنند در اونجا حضور داشته باشند تا ببینند این نفر پلید به جزای خودش برسد و برای دیگران درس شود. اگر چنین نشود و این پلید دادرسی که سید احمد عثمان زاده دانسته باش، این قصه ای که ما نقل کردیم از سرگذشت این نفری هست که به یک دختر تجاوز کرد ولی
به خواهرش تجاوز کردن و زن گرفت نادختر و به دخترش حتی تجاوز کردن. دانسته باش دادرس پلید، حتما خواهرت را، دخترت را یا یک نفر نزدیکت را تجاوز خواهند کرد. در حالتی که شما چنین نفرها را دستگیری میکنید. رژیم امروزه اصلا برای مردم نیست. چنین حادثه ای که به ناموس مردم دست زدن. اون پدر دارد، این دختر مادر دارد، خویش و تبار دارد، آبروی این را در نزد همه بردن. چنین حادثه ها هم در کشور ما دیده می شود. جای درد است. آیا قلب شما از سنگ است؟ شما مگر انسان نیستید؟ شما را مگر زن به دنیا نآورده است؟ پلیدایی که به خاطر پول شده چنین حادثه ها را چشم می پوشید و این گونه پلیدان کثیف را آزاد می کنید. دانسته باشید که جزای شما و اون پولی که از این می گیرید حتما بالای شما یک درد سر خواهد شد. حتما. من نمیخوام صحبت طولانی کنم و طلب میکنم از مردم، اگر که این سید احمد عثمانزاده رو میشناسید، این دادرس از سعودیه را به رقم های ما با طریق واتساپ، تلگرام، ایما، وایبر فرستید تا چهره این گونه انسان های پلید را جامعه بشناسد، بداند. و ما باید طلب کنیم که این دادرس پلید و جوابگری کشیده شود و اون نفری که این دختر جوان را، این دختر 12 ساله را تجاوز کرده است باید حتما زندانی شود و باید حتما به جزای خود رسد. امروز شما میگویید که تاجیکستان آباد است، تاجیکستان به پیش. مگر این است به پیش بودن شما؟ مگر این است تاجیکستان آباد شما؟ مگر این است اون کشوری که شما دعوا میکنید تنج است، آرام است؟ چنین حادثه ها البته ثبت شده است، ولی بغیر از این بسیاری از دخترانی که به سن 17 18 یا 20 21 ساله میرسند دزدی میشوند، دزدی کرده میشوند، ناپدید میشوند. شاهد چنین حادثه ها هم ما خیلی ها شده ایم. امروزها این ماه‌های اخیر، سال‌های اخیر خیلی زیاد شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینی که این گونه انسان‌های پلید مثل سید احمد عثمانزاده این گونه پلیدان تجاوزکار را رها میکنن، آزاد میکنن و پول میگیرن. به خاطر این است امروز باز ما سرچشممون میرود سر حکومت، سر همون رحمانوف. ریشه این حکومت، ریشه این رژیم همش این گونه تجاوزگر هستند. به ناموس مردم، به فرهنگ و به دین و به تمام این چیزها اینا آمدن دارن چیکار میکنند؟ به ناموس مردم تجاوز میکنند، محدودیت ها نسبت در دین میکنند، مردم را از علم دور میکنند. وقتی که مردم از علم، از دین دور شد، از علم دور شد، از مسجد دور شد، حتما در جامعه این گونه حادثه ها بیشتر و بیشتر می شوند. لایک گذاشتن، کامنت کردن در این زیر نوار رو فراموش نکنید و به دیگران فرستادن رو تا دیگران آگاه باشند. شاید کسی پیدا می شود این بدبخت دادرس رو می شناسد و شاید عکسی از او دارد، برای ما میفرستد، ما اون حتما نشر میکنیم تا چهره این خبیث پلید را جامعه شناسد و در این گونه حادثه ها بی‌طرف نباشیم. طلب کنیم که چنین حادثه ها، چنین یعنی همون سود اینها پنهانی نگذارد. حتما در اوجا ژورنالیست، یک نفری که از حقوق انسان ها، از حقوق کودکان، طفلان دفاع میکنن حضور داشته باشند و این گونه دادرس پلید به جوابگری کشیده شود و اون خبیث تجاوزکارم به جوابگری کشیده شود تا درس شود برای دیگران به چنین حادثه دست نزنند.
خدا نگهبان.